ورودی ارگ اربیل هستیم، دقیقا قلب شهر اربیل. یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی جهان حساب میاد. الان به علت تعمیراتی که دارن داخل این شهر انجام میدن، ورود مسافرها رو ممنوع کردن. پایین این ارگ برج ساعت و بازار قیصریه رو میبینیم. ذوق و شوق مردم و شب زنده‌داری شهر اربیل که واقعا لذت بخشه. پایین ارگیم، اینجا میتونید هم خریداتون از بازار قیصریه انجام بدید، هم از ارگ دیدن کنید. Hey. دست